سلام كمسك الختام. به نام آنی که جان آفرید. آیا میدانی همراهی تو در قبر چی باقی میماند؟ اگر این را بخواهی حدیث زیرین را گوش بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: سه چیز دنبال مرده می رود. دو چیز آن بعداً باز می گردد، یک چیز آن می ماند. خانواده و مالش باز می گردند و عملش با او می ماند. روایت بخاری و مسلم. پس برادر و خواهر ایمانیم، ببین که از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت در قبر تنها با ما عمل ما می ایستد و خانواده، اهل و عیال ما و مال ما باز می گردد. پس فریب خوردن آن شخصانی که می گویند گپ در دل است، دل تازه باشد شد. بله، پاک بودن دل مهم است، ولیکن تنها با عمل کردن ما اثبات می کنیم که دل ما پاک است و ما همه فرمانهای پروردگار را با عمل اجرا می کنیم. پس عمل کردن را فراموش نکنید که تنها عملهای ما و شما همراه ما در قبر باقی می مانند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.